از دست و زبانی که براید که از عهده شکرش به در آید. از دست و زبانی که براید که از عهده شکرش به در آید. از دست و زبانی که براید که از عهده شکرش به در آید. بنده همان به که ز تقصیر خویش عذر به درگاه خدای آورد، ورنه سزاوار خداوندیش کس نتواند که به جای آورد. چو باید همه در دل خاک رفت، خوشا آن که پاک آمد و پاک رفت. ز تقوا جامه در بر کن که پاکان ز تقوا جامه فروشیدند و رفتند. خوشا آنان که با عزت جگیتی بساط خویش برچیدند و رفتند. ز کالاهای این آشفته بازار محبت را پسندیدند و رفتند. فرصت خوبی عزیزان که باید بر مهیا کردن این فرصت خوب خداوند عزوجل که من و توی ضعیف و عاجز و ناتوان را موفق ساختند و دلمون را از هر سو به سوی خودش برگردوندن و به پاهامون توان حرکت دادن که در مجالسی و مراسمی که خودش امشب در شهر ارمک برگزار کرده شرکت بکنیم. باید بر این فرصت و این حرکت و این حضور و شنیدن کلام خودش و دیدار بندگان نیک خودش در مراسمی که خودش برگزار کرده خالصانه و قلباً قولاً و عملاً شکرشو به جا بیاریم. چون که کلام خودش که گفته اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. شکر نعمت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند. عزیزان من، با تجربه ثابت شده که شکر نعمت سبب بقای نعمت شده و سبب مزید نعمت شده. هر بندی که شکر نعمتهای خدا را به جا بیاره، خداوند عزوجل در مقابل اون شکر قولی و عملی اون بنده اون نعمتی که بهش داده براش نگه میداره و اون نعمت رو افزون میکنه، زیاد میکنه. این خاصیت شکره. کفر نعمت از کفت بیرون کند و هر کسی که شکر نعمتها رو به جا نیاره و در مقابل این همه نعمتهای بی‌دلیل خداوند که شب و روز داره میباره به جای شکرگزاری بیاد کفران نعمت بکنه، نهایتا اون نعمتی که بهش داده ازش میگیره و نهایتا در دنیا و آخرت ذلیل و خوار میشه و تمامی نعمتها براش نقمت میشه، نه نعمت. هر شکری نعمت و نعمت میکنه و هر کفرانی نعمت و نقمت میکنه. اگر شکر قطره باران رو به جا نیاوردی، همون قطره باران تبدیل به نقمت میشه و این پل رو از بیخ میکنه و همون قطره بارانی که وقتی میباره روح انسان شاد میکنه، وقتی شکرش رو به جا نیاوردی اون قطره رو نوشیدی، برگه ها رو پر از آب کرد، زمین رو سرسبز کرد، به زمین یک رونق و صفای دیگه داد. از اون قطره آب نوشیدی
و نهایتا شکر اون قطره رو در بندگی خدا به جا نیاوردی، نهایتا اینو بدون که با همون قطره ظریف و شفاف و بلوری شکل نابود میکنه، همونطور که فرعون نابود کرد. و هذه الانهار تجری من تحت. مگر فرعون نگفت که این انهار رودخونه نیل از زیر قصر من رد میشه؟ انا ربکم الاعلی. به قوم بنی اسرائیل گفت من رب برتر شما هستم، ما علمت لکم من اله غیری. ای بنی اسرائیل، چرا خدایی که در آسمانی که نمیبینید داری میپرستی؟ من رو بپرستید که خدای شماست. اینم انهار منه، اینم قصر و قصور منه، اینم جبروت و قدرت منه، اینم جنود منه، اینم لشکر منه. ای مسکین ضعیف ناتوان، اگر خدا اکسیژنش رو از تو قطع بکنه تو میمیره. آقای فرعون، مستر فرعون، اکسیژن فقط هوا نباشه تو میمیری. چطوری تو خدایی؟ تو بنده خدایی. خودتو بشناس که تو بنده خدایی. بنده باید مطیع بشه، همونطوری که برده و عبد باید مطیع سیدش و آقاش بشه. بنده خدا که همه ما بنده خدا هستیم و عباد الله هستیم باید مطیع بشیم. این مراسم یعنی مطیع شدن خدا. چقدر مجلس باصفاییه. باید شهر ارمد امشب افتخار بکنه به این مجلس. انسانهایی در این مراسم شرکت کردن که همه نماز عشا رو خوندن و هر کسی نماز عشا رو با جماعت بخونه مثل که نصف شب قیام کنه تهجد کنه، و هر کسی نماز صبح با جماعت بخونه مثل که طول شب تهجد کنه. از این طرف و از اون طرف بخن. بس این عزیزانی که در مراسم عروسی اسلامی شرکت کردن نماز عشا رو با جماعت خوندن، با وضو آمدن تو این مراسم، با دل پاک آمدن که بار گناهشون رو بریزن، آمدن که بیعت بکنن برای زندگی، برای اسلام و مرگ و فدا شدن بازم برای اسلام. آمدن که بگن با خدایا در این شب جمعه 20 روز قبل از رمضان ما رو آماده برای رمضان بکن و به ما توفیق توبه نصوح عطا بفرما و خودمون رو پاک بکنیم. این مهمان پاک و گرامی و عزیز تو و پربرکت و مبارک تو رو با دلی پاک از گناه و توبه کرده استقبال بکنیم. هر کسی تا رمضان موند و رمضان روزه گرفت و قبل از رمضان خودش رو آباده کرد برای استقبال رمضان، اون از بهترین و موفقترین بندگان خداست. عزیز دلم، نور چشمم، سرورم، من که تو رو نمیشناسم اما از خیلی وقت تو رو میشناسم. چهره های شما رو ندیدم، با چهرتن شما رو نمیشناسم. چهره های شما رو ندیدم، با چهرتن شما رو نمیشناسم، اما قلبا همه تو رو میشناسم. تو قلب شما اون چیزیست که تو قلب منه و تو قلب من و شما اون چیزیست که تو قلب ابوبکر و عمر و عثمان و حیدر بوده و تو قلب ابوبکر و عمر و عثمان و حیدر اون چیزیست که تو قلب رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده و تو قلب رسول الله صلی الله علیه و سلم اون چیزیست که تو قلب عیسی روح الله بوده و موسی کلیم الله بوده و ابراهیم خلیل الله بوده و نوح نبی الله بوده و آدم صفی الله بوده. لا اله الا الله. این چیزی که تو قلب اینا بوده، لا اله الا الله. هیچ معبودی به حق لیاقت پرستش و بندگی ما رو داشته باشه به جز رب السماوات و الارضین و رب الشمس و القمر و النجوم و ربنا و رب کل شیء و رب العالمین. کسی دیگه نیست.
اون ربی که آسمان رو برداشته کرد، اون ربی که زمین رو پهناور و وسیع و عظیم خلق کرد، اون ربی که رودخانه ها را پر جوش و خروش قرار داد، اون ربی که به کوه ها هیبت و عظمت داد، اون ربی که هیبتش و رحمتش در دریاها قرار داد، اون ربی که جبرائیل و میکائیل و اسرافیل رو خلق کرد، که جبرائیل امین با 600 بال در ملکوت اعلی یک بالش باز کرد افق پوشاند. اون ربی که صاحب خطرات بارانه. عزیزان من، اون ربی که صاحب قرآنه، اون ربی که منزل قرآنه، کتاب هدایت و ارشاد و خوشبختی و نور، اون ربی که به من و تو رحم کرد و در دل من و تو توحید خودش رو قرار داد و ما را از شرک و کفر و الحاد و بتپرستی به یگانگی پرستی و خدا پرستی هدایت کرد. به شکر چند تا نعمت خدا رو گفتیم، حالا خودمونیم، اینجا کسی غریبی نیست. یک زبان اونم قاصر میخواد شکر این همه نعمت رو بگه. اگر به جای یک زبان کل موهای تو بدن من تبدیل به زبان میشد که شکر یک نعمت رو بگه، بازم عاجزه. خیلی ها در مجال شکر شکست خوردن، از نعمت استفاده میکنند اما شکر منعم رو به جا میارن. خیلی عجیبه، مثل این که من سر جاده ایستادم دست میزنم کسی ماشین منو سوار نمیکنه. ای مسلمونا بیستی، از جلو من رد میشی، من خسته و کوفته بیابان پیاده آمدم، خودمو به جاده رسوندم، تشنه و گرسنه‌ام، یه نفر به خاطر رضای خدا منو سوار بکنه، کسی سوار نمیکنه. نهایتا یه نفر پیدا میشه ترمز میزنه، بیا بالا برادرم، مسافری سر راه میخوای برید چاه مسلم، بله سوار میشن. چاه مسلم که پیاده شدم نمیگم خیلی ممنون متشکرم، کسی سر جاده منو سوار نکرد، تو سوارم کردی، تشکر ازش نمی کنم، به جای تشکری سنگم بر میدارم تو شیشی ماشینشم میزنم. خوبه؟ خودمونی قضاوت به تو قضاوت میکن، کار خوبی کردی یعنی. حالا این آقا تو رو فقط سوار ماشینی کرده، تو پیاده هم میتونستی بری. آقا و اجداد ما پیاده رفتن، حالا جاده آسفالت پیدا شده، ماشین پیدا شده، با شطور رفتن. بعضی فکر میکنن که فقط ماشین آخرین سیستم نعمته، هر کسی داره و شخصیت داره، خدا بهش داده. هر کسی خانه خوب داره، خدا بهش داده. هر کسی شیک توشه، جیبش پر، خدا بهش داده. اصلا نماز دیگه به عنوان نعمت حساب نمی کنن. کسی نماز به عنوان نعمت حساب نمی کنه. پیسه، روپیه، ریال، درهم، دلار، مال، جنه، من تو نماز داری، رکوع و سجود داری، یک رکوع و یک سجود میلیاردها دلار ارزش داره. اینا نعمت نیست. قرآن داره نعمت نیست. هر کسی یک حرف قرآن بکنه 10 تا حسنه میگیره. یک حرف، لا اقول الف لام میم حرف، بل الف حرف و لام حرف و میم حرف. کسی که بگه الف لام میم 3 حرف قرآن خونده، 30 تا حسنه نرفته. چی میگی؟ نه نعمت نیست؟ اکسیژن نعمت نیست؟
اگر ماشین نداشته باشی نمیمیری، اگر پولم نداشته باشی نمیمیری، بالاخره یه لقمه گیرت میاد. اگه خانه خوبم نداشته باشی نمیمیری، اگه فرش کرمان و کاشان هم نداشته باشی نمیمیری، اگه تو بانک رسیدم نداشته باشی نمیمیری، اگر بوتیک و مغازه و طلا فروشی نداشته باشی نمیمیری. اگر هوا نباشه میتونی زنده باشی؟ هوا فقط. چرا فکر نمیکنی؟ من تو نه تنها باید از خدا تشکر بکنیم، باید از درخت هم تشکر بکنیم. درخت دیگه چی؟ این درختایی که تو بیابون کبول اینا کنا از اینا باید تشکر بکنیم. بله تو چی میدونی؟ در درخت، در برگ درخت کارخانه سبز هست. گوش بدید دوستان قشر جوان، در برگ درخت کارخانه سبز وجود داره، در هر برگی. کار این کارخانه سبز در برگ درخت چیه؟ عزیزان روز که میشه هر چی اکسیژن تو بدن تو بیرون میریزی، تبدیل به گاز سمی دی اکسید کربن میشه، از دهن میره بیرون تو هوا، مثل دودی که از تو اگزاز ماشین در میاد. اینا گاز سمیه، همه تو هوا پخشه. حالا این گاز سمی که تو هوا پخش شده کجا میره؟ اگر این گازها تو فضای ارمک بمانه، هوای ارمک مسموم کننده میشه، یعنی هر کسی نفس بکشه مسموم میشه، میمیره. خداوند به این درختها مأموریت داده که شب که میشه نه، این دی اکسید کربن گاز سمی که تو هوا از من و تو پخش شده بمکن و تا اول صبح هنگام نماز اذان صبح و اونو تبدیل به اکسیژن بکنن، هوای پاک بدن بیرون تو فضا. ما یه زمانی فکر میکردیم، پیرزنها و پیرمردها میگفتن، من یادم مادر بزرگم به من میگفت بترم شب زیر درخت نخواب. من فکر میکردم به خاطر که جن از زیر درخت، میگفت شب زیر درخت نخواب که خوب نیست. من میکردم به خاطر که جن هست. بعد فهمیدیم که نه، به خاطر که درختها دارن هوا رو عوض میکنن و سینه تنگ میگیری، نفس تنگ میگیری، گاز سمی داره میمکه. اول صبح گازها هوا اکسیژن عوض میکنن. بهترین وقت برای نفس کشیدن در اول صبح، بعد از نماز صبح که خونده با جماعت رفتید بیرون، بهترین هوا تو باغه، تو گلستانه، در دشت سبز بعد از نماز صبح. اینا نعمت نیست؟ تو آمدی دست این درخت بگیر، آقای درخت خیلی ممنون، متشکرم که هوا را تمیز کردی، نظیف کردی، پاک کردی. اما کی میدونه که تو فکر این چیزا از درخت فقط اره دستشو داره میبرده، کاری دیگه نداره. نماز نعمت یا نیست؟ برای من و تو که قدرش نمیدونیم. نه، میگن یه روزی حضرت عمر رضی الله عنه رفتن یه باغی داشتن کنار مدینه. رفتن تو باغ، وقتی آمدن به مدینه نماز عصر جماعت خونده شده بود. دید که مسلمانان، صحابه، اهل مدینه، انصار و مهاجر از مسجد دارن بیان بیرون، نماز جماعت تمام شد. اومد تعجب کرد، ایستاد گفت چی شد؟ نماز جماعت خوندی؟ گفتم بله. عمر همونجا به لرزه افتاد، زد زیر گریه. هر کاری میکرد بدنش میلرزید. بعد گفت خدایا باقی که نماز جماعت رو از من بگیره، این باغ من نمیخوام. تو فکر بکن که عمر فقط نماز جماعت از با جماعت ازش فوت شد، نه اینکه نماز عصرش قضا بشه مثل ما. فقط وقتی آمد از تو باغ نماز با جماعت خوندن، مسلمان بیان بیرون. همونجا گفت خدایا باقی که یک نماز با جماعت رو از من بگیره، من این باغ نمیخوام. همونجا رو خدایا گواه باش، بخشیدمش، وقت فقرا و مساکین کردم این باغ و از تو دلم درش آوردم.
که دیگه بار دوم این با تو دل من جا نگیره که یک نماز با جماعت رو از من فوت بکنه. اونا قدر نعمت رو میدونستن که نعمت یعنی چی. ماشین نماز، ماشین نعمت، خانه نعمت، همه چی نعمته، اما نماز یه نعمت دیگه هست، رمضان یه نعمت دیگه هست، قرآن یه نعمت دیگه هست، عبادت یک نعمت دیگه هست، دیدار کعبه یک نعمت دیگه هست. دنیا پر از نعمت، اما نعمت آخرت یک نعمت دیگه است. زیبایی نعمتیه، اما زیبایی بدون ایمان نه. آدم با ایمان و اخلاق زیبا میشه. یک انسان حسود و متکبر هرچند که زیبا و خوشگل و جوان و شیک پوش باشه، چون که حسود و مغرور و متکبره همه ازش بیزارن، نگاش نمیکنن که چون خوشگله اشکال نداره. حالا که این خیلی خوشگل سفیده، موش کلاییه، تکبر داشته باشه، مغرور باشه، حسود باشه، بددهن باشه، اشکال نداره. I love you come here. نه نیست. همه از انسان متکبر برشون میاد. حالا حرفی که حاضرم باشه که کسی سلام نمی‌کنه، از یه بچه سیاه خوش اخلاق با ادب معرفت خوششون میاد. نه همین لباس زیباست نشان آدمیه. میگن یه روزی یک عزیزی که خیلی ارزش نماز جماعت میدونست، در حدیث وارد شده که اگر یک نماز با جماعت بخونی ثوابش بیشتر از نماز فرد، نماز انفرادی به تنهایی خوندن 27 درجه. یک نماز با جماعت 27 درجه ثواب داره و یک نماز فرض انفرادی 1 درجه ثواب داره. یعنی کسی که 4 رکعت نماز ظهر با جماعت بخونه 4 رکعت 4 تا 27 درجه چقدر میگیره؟ حساب بکنید. 4 تاش میشه 180 تقریبا. 4 تا 20 تا میشه 80 تا. 4 هفتا 28. یه نماز 4 رکعت ظهر با جماعت خوندن تو 108 درجه ثواب گرفتی. میگن یه عزیزی که خیلی خاطر نماز جماعت میخواست و اون به عنوان یک نعمت حساب میکرد و ارزشترین و با ارزشترین نعمت به حساب میآورد، یه روز از قضای ربانی وقتی یادش آمد که ایزاد میداد گیر شده. تو همین دور زمان ها دوید دیوانوار به طرف مسجد، وقتی رفت که جماعت بیرون آمده از ناراحتی، بعد یک دفعه همونطور که ایستاده بود نرفت تو مسجد، گفت برم اون مسجد، اون چند متر اون طرفتر یه مسجد دیگه است، شاید اونجا 5 دقیقه دیرتر بمونم. اجماعاً یک صلوات حالا صدای الزاز موتور بود. یک صلوات دیگه بدید بلندتر. شما با حضورتون ثابت کردی که میخوای دیندار میشی، بهتر از دیروز میشی و عاشق و شیفته و دلباخته این راه تو آخر زمان، تو این سرمای زمستون هوا ترد، نمیدونم ترده، رفت دوید به اون مسجد، دو شاید اون مسجد نخوندن، وقتی رفت اون مسجد هم بیرون آمدن، دوید آخرین مسجد اون مسجد هم بیرون آمدن، دیگه بیشتر از تا مسجد نبود. رفت تو خونه برای این که 27 درجه ثواب گیرش بیاد به تنهایی 27 بار اون نماز فرض خوند. خوب گوش بده،
چنین بندگان هم ما داریم. 27 مرتبه اون نماز فرض خون که شاید ثواب اون 27 درجه نماز به من پیش بیاد. حالا خیالش دیگه من 27 سال خوندم، خدا به میده 27 درجه. از قضای ربانی شب خواب که تعدادی بر اسب سوارن سفید پوش دارن میدوند با این اسباشو تیزرو و تندرو، خودش هم بر اسبی سوار پشت سرشون داره میدوه، هر چی داره میدوه به اونها نمیرسه. خسته شد که دیگه پای اسبش له شده، اما به اونهایی که جلوش هم دارن میدوه نمیرسه. بعد اونایی که جلو سوار اسب بودن رو به پشت کردن، گفتن فلانی خودتو خسته نکن تو خواب به ما نمیرسی. گفت یرحمکم الله، خدا به شما رحم بکنه، چرا به شما نمیرسن؟ من که اسب دارم، سوار بر اسبم، چرا به شما نمیرسن؟ گفت چون که ما نماز با جماعت خوندیم، تو نماز به تنهایی خوندی. گفت ولی من 27 بار خوندم. گفت هر چند که 27 بار خوندی 27 بار تو تنهایی خوندی، ما یک بار خوندیم تو خانه خدا، اونم با جماعت. خودتو خسته نکن که به ما نمیرسی، ما از تو فقط گرفتیم. چقدر نماز من و تو قضا میشه، دلمونو خوش کردیم، این که شدیم توبه میکنیم، قضا میکنیم، جبران میکنیم. الکیس من دان نفسه. جالب اینجاست که همه تون عربی که حالیتون میشه این کنار ساحل. الکیس من دان نفسه و عامل لما بعد الموت والعاجز من اشبع نفسه و هوا و تمنى على الله الامانی. این ماشین مال من باشه، شد این ماشین نکن، این مال من باشه، من مسئله بردم میطلبم همجوره، این ماشین باید مال من باشه، مال منه، شد؟ نه، جلو چشمم صاحبش در باز میکنه، استاپ میزنه، رفت. مگه با تمام نکردن مال من میشه؟ تعصر اله و انت تظهر حبه لعمرك هذا في الكلام بديع لو كان حبك صادقا لأطعته ان الحبيب لمن يحب مطيع. میگه خدا رو دوست دارم اما معصیتش میکنی. مگر شده خدا رو دوست دارم معصیت خدا؟ تو به یک عاشق و معشوق نگاه بکن، اون کسی که گفت من عاشق توی معشوقم، سر تا پا برده حلقه به گوششه، باورتون نمیشه. یه چیزی به تو میگم شاید تعجب بکنی. تو بندرعباس که شما هم جزو بندرعباسی، یه دختری یه پسر عاشقش بود و اون معشوقش بود، یعنی نامزادش بود، گفت برو من حوض بستری کردم. به نامزادش گفت دختره برو شیراز، بستری پشت زندان شیراز هست، اونجا بستری تو شیراز خیلی معروفه، مخصوصه. آقای داره میگه مخصوصه، پشت زندان تو شیراز. سرای مدبر میره بعد مخابرات، روبروی مخابرات، بستریش مخصوصه اونجا. من حوض بستری پشت زندان شیراز کردم. نامزادشه، معشوقشه، نامزادشه، معشوقشه. اگر میخوای به من برسی دل منو به دست بیاری، یالا برو اونجا یه فلاسکی بردار با آبم نمیشه تو فلاس. تو نگاه که عشق کاذب و مزخرف. از یه پسری سوال کردم، عاشق یه دختری بود، رفته بود خواستگاریش. متعجب کردیم، این دختر نه نماز داره، نه روزه داره، نه حجاب داره، نه اخلاق داره، نه ادب داره، نه ثواب داره، هیچی نداره. گفتم عاشق چه شدی؟ گفت عاشق موی طلایی شدم. گفتم خوب نمیفهمیدم، عاشق موی طلایی شدم. گفتم فقط عاشق موش شدی؟ گفت فقط همین موش این دل من رو تمام کرد. گفتم باشه، پس منتظر باش که اگر فردا کچل شد خوب باید زندگی میکنی.
چون عاشق موش بوده، تا این دختر کچل شد شپش در سرش، موهاش ریخت، طلاق بید دیگه. عاشق موش بوده دیگه. حالا اگر گفته بود عاشق دیوش شدن چی؟ اگر میسوخت، مرض پیس میگرفت، یعنی برس، خوره میگرفت، سرطان میگرفت، کلیش را از دست میداد، بازم دختر را همه میکرد، چون که ایمان داشت. معیار چی شده؟ فقط موی طلایی. اذا جاءكم من ترضون دینه و خلقه فزوجوه. تنکح المرأة لاربع. زن به خاطر 4 چیز باش ازدواج میکنن. 1 لجمالها، به خاطر زیباییش. 2 لمالها، به خاطر مالش. 3 لحسبها، به خاطر حسب و نسبش. 4 لدینها، آخری دین گفته، چون مردم دینشون تو چشمشون اول این ستا رو میبینن، بعد نگاه به دین میکنن. بله عزیزان من، ماه مبارک رمضان نزدیکه، بهش کم کم خودش آرایش و مزین میکنه. در ماه مبارک رمضان خدا به بهش دستور میده که خودتو زیبا بکن، هر چیز زینت داری به خودت بزن. همونطوری که عروس خانم تو شب زفافش وقتی تو حجره میشینه هر چیز زیورالات هست، از سرخاب و ماتیک و فلان و نمیدونم طلا و علندو، حتی برای پام علندو درست کردن هم. از بس که زنها عاشق فلان، الان دیگه ما علندو برای پا قبلا شاید بود میل بهش میگفتن، الان دیگه علندو گفتن، یه علندو برای پاشون هم درست کردن. انگشتر هم برای پاشون، برای انگشتر هم پاشون، برای هر 5 تا. عجیبه. ای مسکین، دلی که خالی از ایمانه به این چیزا مشغول نیست. چرا این چشم خدا رو نمیبینه؟ این چشم نه، این دنیا گیرش کرده. 7 نفر روز قیامت زیر سایه عرش خداوندی هستن، اون روزی که هیچ سایه‌ای نیست. خوب گوش بدید عزیزم، اینجا باشید. نه ما به خاطر عروسی آمدیم، نه شما به خاطر عروسی آمدیم. هیچ کدوم به خاطر عروسی نمونیم. عروسی بهانه است، همه چی بهانه است، سرودخوانی بهانه است، دایره زدن بهانه است. ما تشنه و عاشق دیدار برادرای مؤمنمون بودیم. شما همچنین، ما آمدیم که بگیم قال الله و قال رسول الله، شما آمدیم که بشنوی قال الله و قال رسول الله. شما برای ما دعا بکنیم تا گوینده خوبی باشیم برای شما و عمل کننده خوب به گفته هامون باشیم. ما برای شما دعا میکنیم که شنونده خوب باشیم و عمل کننده خوب به چیزهایی که میکنیم. قبل از ماه مبارک رمضان خداوند به بهشتش میگه هر چیز زینت دارین خودتو چه؟ مزین بساز که نزدیک بندی من با دنیا ودا بکنه و بیاد به آغوش تو، بس خودتو آماده بکن. در بهشت دری هست، بهشت 8 تا در داره. در بهشت دری هست به اسم در ریان، بهش میگن باب ریان. شنیده بودی؟ بعد ها سرشون تکان دادن. از جوانان سوال بکنم مارادونا کیه؟ علی دایی رو میشناسیم؟ بهتر میشناسیم. خداداد عزیزی رو میشناسیم؟ اسم در ریان شنیدیم؟ الان شنیدیم؟ من نمیخوام عزیز کسی بکنم، میخوام خودمون رو بدونیم چقدر فاصله داریم با قرآن. اسم چند تا صحابه بلد؟ اصلا سوال، عشره مبشره میدونید کیان؟ چند نفر میتونه جرأت داره دستش بلند بکنه؟ تو این جمع عشره مبشره بهشت نزدیکترین اصحاب به رسول الله صلی الله علیه و سلم به ترتیب عزیزان من ابوبکر و عمر و عثمان و حیدر، این 4 تا در ربیع اول. از اینا نزدیکتر به رسول الله کسی نیستن.
بعد از این 4 تا 6 نفر بعدی که 10 نفر عشره مبشره رو کامل میکنن. من 4 نفرشون رو گفتم، حالا 6 نفرش. یکی 2 نفر میدونم آقای محمدی که تو میدونی، بحث کلیه، عدتم نکنم تا صحبتم بکنم، بحث کلیه. از بهرا سوال بکنید که ظرف کریستال چه ظرفیه؟ دختره عروسه میگه الا بلا باید سرویس ظرف توچه آشپزخانه باید حتما کریستال باشه. نه پدرش میدونه که کریستال چیه، نه مادرش، نه پدر بزرگش نه مادر بزرگش. از کجا یاد گرفته؟ لباس زنها امروز از زنان گوش بدید، اینا همه درده. لباس زنهای ما مدل لباس چند نمونه میگم. یه مدلی پیدا شده به اسم مدل سوسکی، از زنها بپرسید. 2 مدل خودپاشی، اینطوری دست رو میکنن از اینجا به اینجا وصله. استعمار کارش داره میکنه. خودش تو اسرائیل نشسته که انگلیس، اینجا جوانای ما رو مغزشان شستشو میده. این مراسم بده؟ کجاش بده؟ تنها عیبی که این مراسم عروسی اسلامی داره گناه توش نیست. فقط خواهران مؤدبانه نشستن، همه ناموس شما هستن. خودت آمدی ناموست آوردی، عرض و شرفت آوردی، همسرت و دخترت و مادرت و خواهرت آوردی که 4 کلمه بشنوه. یک نخ سیگار تو این جمع روشن نیست. شاید سیگاری باشه اما روشن نیست. احترام این جمع. اما عروسی غیر اسلامی برو، سیگار که هیچ، چند نفر مستن، شراب خوردن، چند تا زن داره میرقصه. من تعجب میکنم از بعضی علما که نمیشه اسمشون علما گذاشت، بلکه عالم نما هستند و مخرب ادیان و دین و ناموس مردمن، چطوری فتوا میدن که اشکال نداره جاز و ساز بیاری. این مزمار ابلیس، این ساز ابلیس. در حدیث وارد شده که موسیقی نفاق و در دل ایجاد میکنه. در حدیث وارد شده که موسیقی و آلات لهو و لعب، آلات موسیقی از ساز گرفته تا ارگ و جاز هرچی هست، گیتار و نیمون، اینا همش همونجا نفاق در دل ایجاد میکنه. یه روز رسول الله صلی الله علیه وسلم از بیابانی رد شد، دید که چوپانی داره نی میزنه، نی خالی، فقط نی، دستش تا اینجا کرد تو گوشش. اگر خدای نکرده جای این مراسم ابلیسی بود، غیر اسلامی بود، که باید جواب بود؟ صاحب این عروسی. روز قیامت فقط گردن اون میگرفتن که چه؟ مجلس فساد رو برپا کرده، کاری به شما نداشتن، یکی اون میگرفتن. اما الان سرفرازه، واقعا سرفرازه. در حدیث وارد شده که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند آیا یکی از شما عاجزه که 100 روز روزه بگیره با یک روز رمضان 100 روز باشه؟ گفتن چطوری؟ 100 روز نگفته، 1000 روز نگفته، بالاخره گفته آیا یکی از شما مسلمان عاجزه که یک روز رمضان تبدیل به 100 روز بکنه؟ گفتن چطوری میشه؟ 30 روز رمضانه، 30 تا روزه میگیره 30 روز. گفت هر کسی که یک روزدار را افطاری بده، یه درویش تو مسجد افطاری بهش بده که روزش باز بکنه، هنگامی که با 2 دونه خرما با یک لیوان آب، اگر خورش نبود، عدس نبود، گوشت نبود، کدو نبود، ماهی نبود، مرغ نبود، که روزه یک روزداری در روز رمضان باز بکنی بهش افطاری بدی،
گفته اگر با نصف خرما هم باشه با یه لیوان آب. پیرمردی درویشی در خانه در زد من رمضان روزه هستم. رفتی تو مسجد یک بشقاب خرما بردی تو مسجد که درویش و فقیر و مسکین و راهگذر روزش باز بکنه. اگر یک نفر با خرمای تو روزش رو باز کرد تو ثواب کامل روزه اون رو گرفتی برای خودت. حالا اگر 100 نفر یه سفره بندازی تو مسجد یا مجلسی داشته باشی در خونه روز رمضان سفره بندازی فقیر و فقرا رو دعوت بکنی که اونجا افطار بکنن، اگر 100 تا فقیر افطار بکنن ثواب 100 تا روزه مال خودته بدون که اجر اون کم بشه. از کرم خداست عزیزان من، ماه خیر و برکته. برو در مکه و مدینه عزیزان من، اگر خدا به توفیق داد تو رمضان رفتی به عمره مکه و مدینه رو زیارت کردی میبینی که یک سفره از اینجا تا اون مسجد مال یک نفره. تاجر گردن کلوب نشسته سر سفره لباسش وصله‌دار مثل خود فقرا، انواع خوردنی سر سفره گذاشته. من خودم دیدم 9 سال مدینه بودم من که چطور این تاجر میدیدم که پوست موز میکنه به فقیر سیاه آفریقایی داره میده التماسش میکنه بخور، چون میدونه که راه خیلی سخته و مرگ سکرات داره و هر منزلی بعد از قبر میاد 50 تا منزله، از قبر تا بهشت یا دوزخ 50 تا منزل باید طی بکنی. تو هر منزلی 1000 سال باید بمونی. همینطوری نیست. یه موتور زیر پا بکنی پرچر بکنی رو تو کوچه ها. در جنگ احد عزیزان باور نمی کنی بچه 15 سالش نماز نمیخوره، نه هنوز کوچیکه، مادرش میگه هنوز بالغ نشده کوچیکه. صحابه رسول الله صلی الله علیه و بچه های 15 ساله در جنگ احد وقتی رسول الله صلی الله علیه و صفوف مجاهدین رو به صف کرد، تعدادی از بچه های کوچک 15 ساله آمدن از پشت صف اینطوری میکردن جلوی اینجا بکنیم. تعدادی بچه های 15 ساله صحابه چون کوچک بودن رسول الله گفت برید شما قبول نمیشید اینجا، شما کوچک سال دیگه بیاید تا که حالتون بلندتر بشه و بدنتون قوی‌تر بشه، برید سال دیگه بیاید تو جنگ دیگه. بچه صحابه 15 ساله قدش کوتاه بود، از پشت سر صف از پشت صف اینطوری پا بلندی میکرد که رسول الله ببینه که این قدش بلنده بگه بیا برو شمشیر بزن. امروز چون شده عزیزان من ای امت اسلام؟ اگر ابوبکر و عمر و عثمان و حیدر زنده بشن و حمزه و خالد و مصعب و بلال و صهیب و سلمان زنده بشن، اگر رسول الله صلی الله علیه و امروز زنده بشه چه خطرات میکنه در باره امتش؟ بیاد تو شهرهای مسلمان ببینه این جوانان چی شده، این چی تو دهنشونه داره میسوزه، یقشون باز، گردنبند طلا، انگشتر طلا، ناخنشون بلند، موشون بلند، ریشا دو تیغه، لباس زنها کوتاه و نازک و تنگ و فشرده. امت اسلام کجا میری؟ عزیز دلم من تو رو نمیشناسم، اما تو عزیز منی، برادر منی. پدر مادر تو منو به دنیا نیاورده، من از شکم مادر خودم به دنیا آمدم، اما تو برادر منی، من تو از شکم اسلام در آمدی. بعد از من میفهمی که این قطرات عشقی که امشب من اینجا دارم میریزم تو ارمک نه به خاطر که جیبم خالی نه میخوام پول جمع بکنم، نه به خاطر تو که با دست خالی نری، بدون توبه وارد الحد نشی. فقط یا رب هر کس که تو را شناخت جان را چه کند، فرزند و عیال و خانمان را چه کند، دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی، دیوانه تو هر دو جهان را چه کند. یه بار دیگه یک فرصت دیگه تا نشنیدی بودی اشکال نداره، معذوری.
اما الان که شنیدی چی؟ بذار دست تو این دست، بد نمیبینی، انشالله که خوب بیبینی. در خونت رو باز بکن به سوی علما، افرادهای خوب بیاد تو خونه، افرادهای خوب با بچه ها دوست بکن، هم نشینی با خوبان بگیر تا بچه و دختر و پسر تو با خوبان عادت بکنه و شرم حیاش از دست نده و نباته. فیلم های زشت و مبتذل ویدیو تو خودت نیار، نوارهای موسیقی و ترانه، عکس هنرپیشه ها و فوتبالیست هایی که نماز نمیخونن از هر ملیتی که باشن، نه، کافر پرست نباش، خدا پرست باش. بچه تو با ابوبکر و عمر و عثمان و حیدر آشنا بکن، بشین وسطشون قصه ابوبکر بگو، قصه عمر بگو، قصه عثمان بگو، قصه حیدر بگو. حضرت علی در سن 10 سالگی اسلام آورد عزیزان من. 10 سالش بود، 6 سال داشت که رفت تو خانه رسول الله صلی الله علیه وسلم. 10 سال من رسول الله صلی الله علیه وسلم به پیامبری مبعوث شد. اولین کودکی که گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله حضرت علی بود. 10 سال عمر داشت. یه روز دید که رسول الله صلی الله علیه و ام المؤمنین خدیجه دارن نماز میخونن تو خونه برای اولین بار. تعجب کرد، تو نماز رکوع و سجود زبانشون لبشون داره تکون میخوره، چه دارن میگن؟ این حضرت علی 10 سالش بود، نگاه کرد گیره شد. وقتی سلام دادن رسول الله صلی الله علیه و سلم متوجه علی شد. علی رسول الله رو دید در جماعت صلی الله علیه و سلم. گفت علی ما رو دیدی؟ گفت چه کار میکردی ای رسول خدا؟ 10 سالش بیشتر نیست. گفت ما نماز میخوندیم، عبادت رب العالمین میکردیم. بعد گفت علی اسلام بیار. 10 سالشه، عرضه کرد برش اسلام. گفت علی فرزندم پسرم اسلام قبول بکن، اسلام بیار، شهادتینو بگو. حضرت علی میدونست که رسول الله صلی الله علیه و دلسوزشه. گفت قبولمه، من دلسوزی تو رو قبول میکنم، اسلام میارم. 10 سال بیشترش گوش بده. گفت اما من برم با بابام، عبد مناف اسم باباش بود، ابو طالب. گفت برم با بابام مشورت بکنم چون من بدون مشورت بابام کارو نمیکنم. گفت اجازه هست؟ گفت فرمون پسرم. رفت بیرون که بره با باباش مشورت بکنه که بیاد شهادتین بده. بدون مشورت باباش کاری نمیکرد. یه چند قدم رفت، علی برگشت. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت علی با بابا مشورت کردی؟ گفت نه. تو زود برگشتی؟ گفت بله. یه چند قدم رفتم یه چیزی یادم آمد به ذهنم. گفت چی آمد؟ گفت من به ذهنم آمد که روزی که خدا رب العالمین میخواست منو خلق بکنه با بابا مشورت نکرد، منو خلق کرد. خوب گوش بدید بچه 10 ساله. گفت من فکر کردم میرفتم خانه پیش بابام که مشورت بکنم آیا من مسلمان بشم یا نشم، خدا رو بپرستم یا نپرستم. بعد یک دفعه تو ذهنم آمد که روزی که خدا منو خلق کرد رب العالمین از بابام مشورت کرد، طلبید یا نکرد؟ نه، منو خلق کرد بدونی که بابام مشورت بکنه. بعد فکر کردم آیا چنین خدایی که منو خلق کرده بدونی که مشورت بکنه با بابای من، آیا من برم برای پرستش چنین خدا و عبادت و بندگی چنین خدایی با بابا مشورت بکنم؟ با بابا مشورت نیاز نداره. آمدم که بگم اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. بچه 10 ساله، بچه ها منو تربیت بکنیم. بچه 10 ساله، بچه ها منو تربیت بکنیم بر حب صحابه رسول الله صلی الله علیه وسلم، بر کارهای نیکو، بر گفتار و کردار نیکو، بر اخلاق پسندیده. عزیزان من، تو هم در دنیا سربلند باشی هم در آخرت سربلند باشی. عزیزان من، اذیت و آزار مشرکین روز به روز بیشتر میشد. هنگامی که رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو طالب عمویش و خدیجه همسرش رو از دست داد، خیلی بهش سخت گذشت. آخرهای زندگی مکیش بود. از مکه خارج شد، دیگه تو مکه هیچ پشتیبانی نداشت. ابو طالب رفت مرد.
خدیجه هم مرد و رفت، 2 پشتیبانش رو از دست داد، رفت در طائف پیش قبیله ثقیف، اونجا طلب کمک بکنه. با امیدی رفت به طائف. وقتی رفت به طائف، مردم طائف و قبیله ثقیف به جایی که کمکش بکنن، زید بن حارثه همراهش بود، به جایی که کمکش بکنن بچه‌ها و کودک‌ها رو جمع کردن و انسان‌های پست و انسان‌های نفهم و پست و اراذل و نفهم‌های طائف رو جمع کردن و خرده سنگ دنبال رسول الله صلی الله علیه وسلم کردن و دنبال رفیقش حضرت زید بن حارثه و از طائف بیرونشون کردن. زید اینطوری وقتی سنگ می‌آمد به طرف رسول الله صلی الله علیه وسلم، اینطوری سفر میشد، سنگ به سر و کلش به سینه‌اش تا به پاش، هر تا پای وجود زید بن حارثه رو خونین میکرد که سنگ به رسول الله صلی الله علیه و سلم نرسه. و وقتی لذا اقدام مبارک رسول الله صلی الله علیه و سلم کرد که هر 2 پاش با کفشش با دمپایش و نعلش هر 2 خونیده. رسول الله صلی الله علیه و سلم از اونجا برگشت. حالا مکه هم نمیتونه بیاد، تو مکه هم کسی نداره. نهایتا شخصی رو فرستاد پیش مطعم ابن عدی، گفت من میخوام بیام زیر کفالت تو، از من حمایت بکن. اهل مکه از من برگشتن. مطعم با وجودی که مشرک بود قبول کرد که رسول الله صلی الله علیه و سلم و رفیقش زید بن حارثه بیاد زیر کفالتش و در قبیله اون رو ازش حمایت بکنه. در همین اثنا عزیزان من که اهل زمین از رسول الله صلی الله علیه و سلم برگشتن، همونطوری که امروز مسلمان‌ها از رسول خدا صلی الله علیه و دین خدا برگشتن و رو به آلات موسیقی و شراب و قمار و رقص و معصیت رو آوردن. عزیزان من امروز مسلمان عجیبه، واقعا نمیشه اسمشو مسلمان گذاشت. کارهایی که داره میکنه خلاف اسلام، خلاف انسانیته، تا چه برسه خلاف چه اسلامیت باشه. اینجا بود که اهل زمین همه برگشتن، اهل طائف و مکه همه علیه رسول الله صلی الله علیه و سلم اعلام جنگ کردن، خودش تک و تنهاست. شبی از شبها در شب 27 رجب، گوش بده، در شب 27 رجب در هجر اسماعیل، اون دیواری که دور کعبه، دیواری هست نیم دایره، نیم دیوار پشت کعبه، اون طرفی که میزابشه که آب ریزشه، بهش میگن هجر اسماعیل. از خانه امهانی بلند شد، آمد تو هجر خوابیده بود، دستش زیر سرش، یک دفعه دید که یک چیزی داره سیخش میزنه اینطوری. در شب 27 رجب بعد از این که این همه اذیت و آزار کفار و مشرکین و اهل طائف از همه طرف متوجهش بود و کسی نبود که ازش دفاع بکنه، ابو طالب و خدیجه هم رفتن، از دنیا رفتن. دید که یه نفر داره دیدارش میکنه، حالا تا چنده، حدود از شاید ساعت 2 بعد از نصف شب باشه، یه چیزی داره بیدارش میکنه. البته چشم باز کرد که جبرئیل امین علیه السلام رو به روش نشسته. گفت نیمه شب آمدی، چه خبره؟ شب 27 رجب. گفت نیمه شب آمدی، چه خبره؟ گفت دعوت شدی. به کجا؟ دعوت شدی. این براق سوار بشد. میکائیل هم همراهه. میکائیل مخصوص بارانه، رزق و روزی. 4 تا ملائکه مقربن، از این 4 تا نزدیکتر به خدا نیستن، که رئیسشون و فرمانده کل ملائکه جبرئیل، مطاع ثم امین، حرفش اطاعت شده است. اتمانی است سلوات الله. نهایتا براق آمد و جبرئیل و رسول الله صلی الله علیه وسلم گفت همین نصف شب سوار شد. سبحان الذي اسرا بعبده لیلا، در شب من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. رسول الله صلی الله علیه وسلم سوار بر براق شد، جبرئیل جلوش، میکائیل جلوش حرکت. از مکه تا بیت المقدس 40 روز با قافله شتر راه، 40 روز با قافله شتر راه.
در مسیر راه از مکه تا بیت المقدس بر قومی عبور میکرد. سر راه دید که پیرزنی ظاهر شد، دست زد، گفت بیست رسول الله، بیست کارت دارم. جبرئیل گفت بهش محلی نگذار ای رسول خدا، به راه ادامه بده. گفت این پیرزن کیه؟ گفت سوال نکن. رد شد، اون طرفتر رفت، یه پیرمردی دندونش افتاده اما جرأت نمیکنه نزدیک بیاد، دوره. از اونجا میگه محمد بیا پیش من. تو مسیر راه بیت المقدس در سفر اسراء میگه محمد بیا پیش من، محمد رسول الله بیا پیش من. جبرئیل گفت محلش نگذار این پیرمرد. رد شد، گفت کیه؟ گفت سوال نکن بعد جوابت میدم. همینجور عجایب و غرایب و دید تا رسیدن به یک سرزمینی که پر از دخلستان بود. جبرئیل به براق گفت توقف بکن. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت پیاده شد. گفت اینجا نماز کن. گفت اینجا چه خبره؟ گفت بعد جوابت میدم. رفتن تا رسیدن به مقامی دیگه، به زمینی دیگه که زمین سفید و پاک و بیالایشه. گفت اینجا توقف بکن، براق پیاده شو، اینجا هم نماز بکن. اینجا هم نماز کن. بعد که از سوال کرد اون پیرزنی که سر راهمون سبز شد که به تو گفت بیا پیش من گفتم محلش نگذار، کی بود؟ گفت اون دنیاست. خوب گوش بده. گفت ای رسول خدا، اون پیرزن دنیا بود که اصرار میکرد بیا پیش من. اگر از براق پیاده میشدی میرفتی پیش این پیرزن، امتت و خودت همه دنیا برفتی و از عمر دنیا به اندازه‌ای که از عمر این پیرزن مونده، از عمر دنیا مونده. و تو پیغمبر آخر زمانی، خودت علامت قیامتی. اما اون پیرمرد که دور جرأت نمی‌کرد بیاد نزدیک، دست می‌زد بیا پیش من. گفت اون شیطان بود، ابلیس بود. اگر سر به سرش می‌گذاشتی میرفتی پیشش، خودت و امتت همه نابود می‌شدی و شیطان طرف می‌شدی. اما خوش به سعادتت که سر به سرش نگذاشتی. گفت اونجایی که نخلستان بود و نماز خوندیم اونجا کجا بود؟ گفت اونجا یثربه، در آینده مدینه منوره میشه، پایگاه دین اسلام و مرکز نماز و روزه. گفت اونجا در اون سرزمینی که سفید و پاک بود اونجا نماز خوندیم، اونجا کجا بود؟ گفت اونجا بیت لحمه، اونجایی که حضرت عیسی تولد شده و بیت المقدس هم پایگاه دین میشه. بعد اونجا همراه پیامبران نماز جماعت خوند. بعد از اونجا مستقیم به بالا، به کجا؟ خوب گوش بده، عظمت رو ببین. هنگامی که رسید به آسمان اول در زد جبرئیل، تق ملائکه دربان آسمان دنیا سوال کرد کیه؟ گفت جبرئیلم. گفت کی همراهه؟ گفت محمد همراه. گفت آیا به پیغمبری مبعوث شده؟ ملائکه گفت. ملائکه دربان در آسمان اول. اینا همش تو صحیح بخاری و صحیح مسلم و تو کتاب‌های سیره ابن هشام و تو کتاب‌های تاریخ و تو کتاب‌های تفاسیر حدیثانه. من می‌تونم به اونجا مراجعه کنیم خلاصش، چون می‌دونم شما عاشق اینا هستید. بعد که در باز شد گفت که آیا ملائکه گفت آیا این محمد به پیامبری مبعوث شده؟ گفت بله. در باز کرد. بعد خوش آمد گفت اهلا و سهلا مرحبا، با بوی ریحان آمدی. اهلا و سهلا مرحبا، با بوی ریحان آمدی. به آسمان اول وارد شد. در آسمان اول وارد شد. در آسمان اول با شخصیت عظیمی مواجه شد. جبرئیل گفت بر این سلام بکن، بر این شخصیتی که نشسته سلام بکن. گفت این کیه؟ گفت این باباست آدم، حضرت آدم در آسمان اول. برای سلام بکن، بگو السلام علیکم. سلام کرد بر آدم، جوابش داد و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته، مرحبا بالابن الصالح و النبی الصالح. این به حضرت رسول صلی الله علیه و سلم گفت.
بعد از اینکه حضرت آدم جواب رسول الله صلی الله علیه و سلم داد در آسمان اول، گفت که خوش آمدی ای فرزند نیکوکار و صالح، من به تو افتخار میکنم. آدم داره میگه به چه نیکوترین فرزندش علل اطلاق، خوش آمدی ای فرزند صالح و نیکوکار و شایسته کارم و ای پیامبر نیکوکار. با آدم ملاقات کرد، جبرائیل داره میره بالا، براق داره میره، عجایب آسمان اول نشونش داد. رسیدن به آسمان دوم، در زدن، همون سوال تکرار شد، کیه؟ جبرائیله. کی همراهه؟ محمد همراهه. آیا به پیامبری مبعوث شده؟ بله. در باز شد، خوش آمد گفت، اهلا و سهلا مرحبا، با بوی ریحان آمدی. در اونجا جبرائیل گفت بر این دو نفر سلام بکن. گفت اون دو نفر کیان؟ گفت یکیشون حضرت عیسی و یکیشون حضرت یحیی پسر خاله همه. سلام کرد، جواب سلام دادن، اینو گفتن مرحبا بالاخ الصالح و النبی الصالح، مرحبا به برادر چه صالح و نیکوکار و پیامبر نیکوکار و صالح. عجایب آسمان دوم دیدن، رفتن آسمان سوم، در زدن، در باز شد، همون سوال مطرح شد، باز شد، رفتن داخل. گفت بر این که نشسته سلام بکن. گفت این کیه؟ گفت این حضرت یوسف علیه السلام. السلام علیک یا یوسف. سلام کرد، مرحبا گفت، رفتن به آسمان چهارم، در زدن، در باز شد. گفت بر این که نشسته در آسمان چهارم سلام بکن. گفت این که؟ گفت حضرت ادریسه، اولین کسی که با قلم نوشته. السلام علیک یا ادریس. خوش آمد گفت، رفتن به آسمان پنجم. آسمان بعد از آسمان داره میشکافه، این انسان. رسیدن به آسمان پنجم، در زدن، در باز شد. گفت بر این که نشسته سلام بکن. گفت این که؟ گفت این هارون برادر موسی. گوش بده، این هارون برادر موسی، هر دو تا پیامبر بودن. بر این سلام بکن. سلام کرد، خوش آمد گفت، عجایب آسمان پنجم. چند تا معراج شده؟ 5 تا معراج. معراج ششم به آسمان ششم، در زدن، در باز شد. گفت بر این که نشسته سلام بکن. این کیه؟ گفت این موسی کلیم الله. سلام کرد، رفتن بالا به آسمان هفتم، اونجا که رو میبینه، در زدن، در باز شد. گفت بر این که نشسته سلام بکن. گفت این کیه؟ گفت اینم بابای توست. عزیز، 2 تا بابا داره. آسمان اول حضرت آدم بابای او و بابای همه. آسمان هفتم دوباره باباش. میدونی که بود؟ ابراهیم خلیل الله جدش. رسول الله صلی الله علیه و سلم از نسل کیه؟ از نسل اسماعیل پسر ابراهیم. ابراهیم 2 تا پسر داشته، اسحاق که از نسلش یوسف و یعقوب، بعد یوسف. اما از نسل این ابراهیم، اسماعیل و رسول الله صلی الله علیه و سلم. امت اسلام از نسل اسماعیل هم. یهود از نسل اسحاق و بنی اسرائیل. در آسمان هفتم سلام بر ابراهیم کرد، جواب سلامش داد، گفت مرحبا پسرم، مرحبا پسر نیکوکار و نبی نیکوکار. بعد آسمان هفتم تمام شد. بالای آسمان هفتم اسمش چی عزیزان من؟ سدرة المنتهی. سدرة المنتهی آسمان هفتمه، درخت عظیمی به اسم سدره. در آسمان هفتم اینطوری ریشه نمونده، 4 تا رودخانه از ریشه هاش داره سرازیر میشه، میجوشه. 2 تا ظاهر، 2 تا باطنه. اون 2 تایی که ظاهره اسمش نیل و فراته، اون 2 تایی که باطنه خدا میدونه رودخانه‌ای بهشتیه. بین آسمان هفتم یا در آسمان هفتم خانه‌ای هست به اسم بیت المعمور. آسمان هفتم یا در آسمان هفتم خانه‌ای هست به اسم بیت المعمور. در سوره تور آمده. قرآن مطالعه می‌کنید که و تور و کتاب مستور فی رق منشور و البیت المعمور و السقف المرفوع. بیت المعمور خانه‌ای است قبلی است برای ملائکه. در آسمان هفتم روزانه 70,000 ملائکه اونجا طواف میکنه، دیگه بر نمیگرده. سبحان الله. روز بعد 70,000 جدید. بیت المعمور در آسمان هفتم مقابل کعبه است. یعنی زمین مقابل کعبه اینطوری.
کعبه مؤمنین طواف میکنن، همینجور ملائکه حلقه داره تا بیت المعمور. بیت المعمور روزانه ملائکه طواف میکنن. چه ارتباطی بین انسان و ملائکه هست؟ همون ارتباطی که بین کعبه و بیت المعموره. الله اکبر. بعد از بیت المعمور سدرة المنتهی عزیزان من رفت بالاتر، به جبرئیل گفت بیا بریم. گفت من دیگه حدمه. گفت ما ملائکه و فرشتگان تا فقط سدرة المنتهی میتونیم بیاریم، دیگه با بالاتر اجازه نداریم. ملائکه دیگه نمیتونه جلوتر بره، فقط یک نفر میتونه، اونم تویی. چرا من این دارم میگم؟ به خاطر که تو بدونی از امت چه کسی هستی و ارزش تو از ارزش جبرئیل هم بالاتره اگر قدر خودتو بدونی. اما وقتی قدر ندونی از 4 تا هم بدتری و گمراه‌تری. ثم رددناه اسفل سافلین. اسفل سافلین. به سدرة المنتهی که رسید جبرئیل توقف کرد، براق توقف کرد. گفت جبرئیل چرا بالا نمیای همراه من کجا برم خودم تنها؟ گفت 2 تا پله دیگه مونده. الان 8 تا من با تو آمدم. 7 تا آسمان و سدرة المنتهی 8 تا معراج با تو آمدم. 2 تا معراج باید خودت دید، خصوصیه، مال خودت تنهاست. گفت بیا بریم با هم. گفت اگر یک قدم جلوتر بیام نور خداوندی منو سرد زمین میکنه. جبرئیل داره میگه من حدم همینجاست، خودت تنها برو. الله اکبر. در سدرة المنتهی در حدیث وارد شده در قرآن ولقد رآه بالافق المبین. اونجا رسول الله صلی الله علیه و چشم باز کرد، دید که جبرئیل از سدرة المنتهی میاد به آسمان هفتم، 600 تا بال داره، 2 تا بالش باز کرده، یک بالش که 2 تا باشه. افق بالا در سدرة المنتهی تا چشم باز میکنه میفوشه. خداوند اینجا جبرئیل امین در صورت فرشتگی و ملائکی نشان رسول الله داد که بدونه با چه کسی طرفه و بدونه که اگر کل زمین و اهل طائف و مکه همه برمیگردن دین خدا، همین جبرئیل کافیشه. 600 تا بال داره، یک بارش افق پوشونده. ولقد رآه بالافق المبین و ما هو علی الغیب بضنین. حواست جمع بکن. اگه خوب بشی جبرئیل طرفته با یه بالش زد زیر قوم لوط. 5 تا قریه بود در قوم لوط که بزرگترینش قریه سدوم بود. نافرمانی کردن، همجنس بازی، مرد با مرد و از زنها بی نیاز شدن و زن رها کردن و فطرتشون مرد شد و پلید شدن و کثافت و نجاست رو پرستیدن. خداوند پیغمبر لوط گفت دست خودتو دخترات برو بیرون. ما جبرئیل فرستادیم که این زمین رو از بیخ ببرید به بالا. به جبرئیل گفت بالت بودن زیر این زمین از ریشه در بیار، ببر به آسمان، بارونه پرسش بکن سر جاش. همین یک نفر کافیه. راه برو بیراه نرو، هرچند که راه مشکل بود. امشب نباید بخوابی، امشب دست زیر سرت نیم ساعت چراغ خاموش بکن تو اتاق، وضو بگیر، رو جانماز بنشین. زندگی از روزی که بالغ شدی، از 10 سالگی یادت بیار تا الان که 50 40 و 50 و 35 و 70 سالت چیکار کردی؟ با دست خالی کجا میخوای بری؟ مواظب خودت باش عزیزم. حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا وزنوا اعمالکم قبل ان توزنوا وتهيئوا للعرض الاکبر. حضرت عمر میگه ای مسلمانا خودتون رو محاسبه بکنید قبل از این که محاسبه بشید. اعمالتون رو بسنجید تو دنیا قبل از این که اعمالتون رو وزن بکنن تو ترازو. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. و خودتون رو آماده بکنید در روز محشر عرضه میشید با اعمالتون دست خالی یا فور بر خداوند عز و جل. اونجا سرتون پایین نیفته. بله عزیزان من،
در سدرة المنتهی رسول الله جبرائیل دید، خدا نشونش دادا که بدونه که قبیله ثقیف تو طائف که پاس خونین کردن و کفار قریش اینها خیلی ضعیف و ناتوانن در مقابل قدرت جبرائیل. میدونه تعداد ملائکه چند تاست؟ کجا شنیدی تو؟ جوانای ما کجا عادت کردن و ملائکه که بشنون؟ فوتبال سر اونها رو خورده، فوتبال بوتی شده، مدل بوتی شده، ماشین بوتی شده، پول بوت شده. از اینجا میره 1 سال 2 سال امارات میمونه، زحمت میکشه، بکش زن و بچه رها کرده که میتونی بیاد اینجا بعد از 2 سال دوری یه پیکان بخره. از اینجا نمیره برای 4 کلمه بشنوه درباره دینش و ایمانش و اخلاقش. اگر ما ملاها نیامدیم سراغ شما بیایید ما رو به زور بکشونید اینجا. ما اگر تن پرور شدیم دنیا طلب شدیم تو خانه موندیم، شما بیایید وقتی 100 نفر آمد در خانه من ریخت من شرمنده میشم، منم خوب میشم.